خب درود بر شما بچه‌ها. من لازم بود که یه سری مطالب اینجا تو استوریا بهتون بگم. خیلی مطالب مهمیه، حتما با دقت دنبال کنید. خب طلا رفته بالا، دلار، مارکت‌ها همه رفتن بالا. بچه‌ها فومو کردن. فومو یعنی چی؟ fear of missing out، یعنی ترس از دست دادن. یعنی روند رفته، شما جا موندید. دیگه نباید جا بمونید که ما چند بار گفتیم بچه‌ها 16 17 18 میلیون 19 میلیون، الان 22 میلیون طلا به ازای هر گرم. چرا خرید نکردید؟ اون موقع اونس جهانی محدوده $4000 بود. طرف گفتیم آقا 3800 تا 4200 تا $4000 این محدوده کف اونس جهانی ها. طرف منتظر بود 3800 رو ببینه. خب چرا تو انقدر کمالگرایی می‌کنید؟ میگیم آقا نقره محدوده 50 تا 55 کفشه، جهانی شو دارم میگم. طرف دیگه دنبال اینه که مثلا آقای ایکس استاد اینستاگرامی اومده گفته مثلا $40 میشه. خب گفتم جای ارزنده، ببین ارزندگی رو باید پیدا کنی، جای ارزنده خرید میزنی. هر چند ممکنه بعضی موقع شما جای ارزنده خرید بزنید پایین‌تر از اونم بیاد، مشکلی نداره. وقتی درست در واقع سرمایه‌گذاری کرده باشید، برای سرمایه‌گذاریتون زمان به این شکلی تعیین نکرده باشید که آقا من اینو می‌خرم یه ماهه باید سود کنم، دارید برای بازار زمان تعیین می‌کنید. ولی اینی که دارم میگم متفاوت از اینه که من میگم که آقا تو بازه زمانی مثلا 10 ماه 12 ماه این سودو میتونه به شما بده، و متفاوت از اینه که من میگم بازار 2 ماهه بعد من سود بده. چرا؟ چون قرض گرفتم، چرا؟ چون می‌خوام کارو بکنم. همچین چیزی کار نمی‌کنه تو بازار. اگه کار کرد به منم بگید. خب پس طلای 22 میلیونی شما آقا 16 17 18 19 ببین اونجا جای پات صفر بود. نمیگم 22 مثلا میرزه میاد 16، ولی 22 بخش خیلی زیادی از روند از دست دادی. آقا من بارها گفتم طلای 18 تا پایین 405 این از 404 آخره 404 دارم میگم. بر اساس مدل نقدینگی و در واقع روند اونس جهانی، هم دلار هم در واقع طلا روند رو به رشدی دارن. عددشو میگی چند؟ گفتم حداقل دلار 260 280 عددی که میتونه تا آخر سال ببینه. از اون برام طلا عددش 28 30 میلیون حداقل به ازای هر گرم. دیگه خودتون حساب کنید الان کجای کاری دیگه. پس اگه میخواید بلند مدت، یعنی تا آخر سال حداقل به چشم خرید دارید نگاه میکنید رو طلا رو دلار. الان دلار 197 تومانه، امروز هم یک شهریوره 405 دلار 197 تومانه، 196 تومانه تتر منظورمه. از اون برام چی؟ بچه‌م سراغ تتر نرید بچه‌ها، اینکه به هوای تتر رفته باشید خرید بزنید، این کارو نکنید، سرمایه‌تون در خطر نذارید، فیزیکی بگیرید، مخصوصا دلار. مثلا طلا، من صندوق طلای بورسی رو خیلی بیشتر میپسندم. بحث سرقت رو ندارید شما، بحث مالیات رو ندارید، نقشه‌بندی خوبی داره. طلای فیزیکی گرونتر باید بخری، ارزونتر ازت برمی‌داره، و اگه جایی برسه که بخواد مثلا صندوق طلا تو بورس بسته بشه یا مثلا از این اتفاق بیفته، بچه‌ها اون طلای فیزیکیتون هم نمیتونید نقد کنید. خب در کل باز نظر من هر جوری که صلاح میدید، میگم دلار فیزیکیش، ولی مثلا صندوق طلا گزینه بهتریه به این دلیلی که گفتم. پس متوجه شدید بچه‌ها، شما الان میتونید برید مثلا طلا بخرید تا آخر سال، من عددم بهتون گفتم دیگه، ولی بدونید بخش بزرگی از روند از دست شما. نباید دنبال روند بود دوید که هنوز شروع نشده، موقعی که هنوز همه درگیر دارایی دیگه، اون موقع بعد ورود بزنید. مردم جهان کلا، نه مردم ایران، همشون همین شکلیان. یعنی این ذهن سرمایه‌گذار حرفه‌ای رو ندارن. چرا ما تاکید می‌کنیم تو اینستا داریم ویدیوشو می‌ذاریم؟ طرف یه چیزی مثلا آقا نمیتونه ارزشش هم حساب کنه، کسی هم راهنمایی نمیگیره. اون موقعی که مفته کسی سمتش نمیره، بعد دنبال اینم که همه کف، دنبال همه اینن که کف سقف رو بفروشن. اما همچین چیزی نیست. علیرغم میگه بارها ما این کار کردیم، میگم اصول کلیش اینجوری نیست. متوجه شدید بچه‌ها؟ داشتم میگفتم طلا بخشی از روندش از دست داده. شما دارید دنبال روند میدوید. اگه اصرار دارید طلا بخرید که باید تو پورتفولیوتون طلا باشه. من نمیدونم شما که 16 تا 20 همین چند وقت اخیر این همه فرصت داد، این همه بازی کرد رو محدوده، کجا بودین؟ حالا به فرض اینکه آقا چیز کردید، چه میگن، اون محدوده رو نتونستید خرید بزنید به هر دلیلی، من دارم بهتون مثلا مسو معرفی میکنم. اوکی، دوره دیدتون باید بلندتر باشه، بلند مدتی تر باشه. نقره رو دارم معرفی میکنم. اینا هنوز شروع نشدن. بیت کوین رو دارم معرفی میکنم. البته باید بر اساس ریسک پذیریتون اینا رو انتخاب کنید. مثلا نقره فیزیکیش خوبه بیشتر، یا گواهی سپردهش خوبه تو بورس کالا. اگه نمیدونید اینا رو بهم پیام بدید، من بیشتر توضیح میدم که چه جوری باید خرید بزنید. متوجه شدید بچه‌ها؟ اینا رو رعایت کنید تو خود. این نقره الان کسی نگاش نمی‌کنه، مس نگاه نمی‌کنه کسی. اینا میگم ریسکاش متفاوته. کل سرمایه‌تون نباید برید مس و نقره اینا بخرید. طلا حتما تو پورتفولیوتون باید باشه. ولی اینکه رو طلا حساب کنید که بخواد اتفاقی بزنه، از اینجا بخواد 40% دیگه بالاتر بره. اون اگه مثلا رو قلده بخواید بفروشید 40-50% بالاتر بره. خب عدد فیر ولیو شما میگم بچه‌ها، ارزش منصفانه شو دارم میگم. 30 تومن، 28 تومن، 32 تومن، این محدوداست آخر سال ارزش منصفانش. پس طلا بدونید کجای قضیه دیگه. طلا 22500 محدوده مقاومتی خیلی مهمیه. برای دلار هم 210 تومن روی محدوده. بچه‌ها داریم رو محدوده صحبت می‌کنیم. محدوده 210 تومن برای دلار هم برای تتر هم محدوده بسیار مهمی. این محدوده شکسته بشه میره لول‌های بالاتر، 25 28 30 برای طلا.
برای دلار هم 260 280 این محدوده‌ها که گفتم حداقل اینا رو میتونه ببینه تا آخر سال 405. پس انقدر زوم نکنید رو دلار و طلا که تو پورتفولیوتون باشه، ولی اول اینکه دیر وارد میشید و اگه می‌خواید وارد بشید صندوق طلای عیار الان تقریبا رو محدوده 60000 تومانه. 60000 تومان بشونه تا 80 خورده میره، یعنی حدوداً 40% میتونید سود کنید، نقشه‌بندی داره ولی ریسکش رو همه اینا رو بپذیرید دیگه، توضیح دادم. پس من یه جنبندی میکنم برای کسایی که اول اینکه اونایی که کوتاه مدتی ان رو دلار و طلا مخصوصا طلا وارد نشید. اونایی که تا آخر سال 405 فکر میکنن میتونن خرد خریدشون رو بزنن، ولی بدونید بخش زیادی از روند از دست دادین. ببین 22 تومانه میگه بیشتر تا کجاها میتونه اصلاح بده؟ میتونه تا 20 میلیون هم اصلاح بده. ولی اصلاح متاسفانه ما دو نوع اصلاح داریم، اصلاح قیمتی داریم، اصلاح زمانی داریم. میتونه اصلاحش به صورت زمانی باشه. یعنی چی؟ یعنی روی یک محدوده قیمتی رنج بزنه بچا. یعنی مثلا بشه 21500 21 تومن 2800 21200 میخوام چی بگم، هی مثلا رو این اعداد هی بالا پایین بشه، هی فقط زمانو بکشه، فرسایشی بشن نظر زمانی، رو همون محدوده ها خیلی ریزشی نداشته باشه، رو هم محدوده ها بازی کنه. میشه اصلاح زمانی. اصلاح قیمتی میشه یه دفعه بیاد مثلا تا 19 میلیون و 20 میلیون. اوکی، پس جنبندی ما این شد که اگه بخوام حالا بگید که اصرار دارید مثلا رو طلا خریدتون رو بزنید، صندوق طلا عیار خیلی خوبه تو بورس به نظر من. البته همه اینا ریسک و مسئولیتش رو به عهده بگیرید. مزایا و معایبش هم که گفتم دیگه. باز اگه سوالی دارید پیام بدید. برای صندوق طلا عیار گزینه خوبیه. کسایی که اصرار دارن میخوان داراییشون زیر سرشون باشه، بازم میگم اگه به دید تا آخر سال 405 میتونی کم کم خریدتو انجام بدی، بازم کمالگرایی نکن. دلار هم که هیچ موقع من اصلا پیشنهاد نمیکنم کلا، ولی دلار باز نسبت به طلا یکم جا مونده تره. خب الان 197 تومن است، طلا هم که امروز به 22 میلیون رسید، امروز یک شهریوره، ولی الان 21 و 600 این است. دلار هم 196 تومنه، یعنی منظور تتر. چیا هنوز نرفته بالا فرصت نقره و مس، ولی یه ذره دیدتون باید بلند مدتی دار باشه. نقره و مس اسخای میکنم، نقره و مس. بیت کوین هم همینطور، هنوز اینا حرکاتشون شروع نکردن ولی ریسکاشون متفاوته. شما که میخواید طلا بخری یه بخشی تو طلا داشته باشه، یه بخشی تو از این دارایی داشته باشه. حالا تو کانال وی آی پی ما دقیق در رابطه با این محدودا صحبت میکنیم. امیدوارم که مفید بوده باشه این مطلبی که الان براتون توضیح دادم، که شما دنبال روند نیافتید آقا، چیزی رو بخرید که هنوز روند شروع نشده. من اینو میگم، جای پاتون رو جای صفرتری بذارید. اوکی، اونایی هم که طلا از قبل خریدن بچا، این بازیایی که میگن نوسانگیری کنین گرم طلا، این کارو انجام بدید پیش همون حرفه‌ای‌ها که این کارو براتون انجام میدن. اگه از روند جا نموندید، هر چی خواستید به من بگید، من میام پیشتون یاد میگیرم. خب هزینه هم بهتون پرداخت میکنم. اصلا این کارو نکنید بچا، سرمایه‌تون رو در معرض ریسک قرار ندید، از روند جا میمونید. و بارها گفتم سرمایه‌گذاری مثل یک بازی مارپل است. شما هر چقدر آروم آروم پیش برید، یه دونه هم پیش برید، در نهایت به خونه آخر میرسید. یه سری مارها هست بین این مسیر، خب یه سری مارها هست بین این مسیر اجتناب ناپذیره. اون مارها نشونه چیه؟ نشون از ریسک هاست. یعنی که آقا این مار نیش بزنه، این نردبون بلنده زیرش نباشه که بیای پایین از بازی بری بیرون، یا اینکه برگردی خونه اول. حواستون به اون ریسک ها و مارها باشه. خیلی قدماتون رو جای پای، میگم جای پای صفر بذارید، محکم بردارید قدماتون رو. تو این شرایط ریسکی یک سبدی از داراییتون داشته باشید. و شرایط هم بهتون گفتم دیگه. حالا تصمیم بگیرید. تارگت ها رو گفتم، الان قیمت ها رو گفتم، محدوده مقاومتی کوتاه مدتی هاشون هم گفتم دیگه برای دلار و طلا. حالا تصمیم بگیرید. اون ارزایی در واقع بازارایی که رشد نکردن هم بهتون گفتم دیگه، ساده تر از این دیگه نمیشه که. امیدوارم که بچه‌ها پرسود باشید، سراغ بازارهایی برید که هنوز حرکت نکرد. اونجا شما گین اصلی، سود اصلی رو میبرید و صبور باشید. و در مجموع گفتم حواستون تو این بازی مارپله سرمایه‌گذاری به اون مارها باشه. میگم اینکه مثلا بگیم من ماری نیشم نزنه نداریم. خب مارها هستن، حواستون باشه رو اون مارها نرید که مثلا نردبون بلند زیرشه نیش بزنه برید خونه اولی از بازی برید بیرون. نیش اونم چجوری حساب میشه؟ اینکه مدیریت سرمایه بکنید، پولتون رو، پول اصلی زندگیتون رو وارد نکنید. جایی میگم ارزندگی خرید بزنید، صبر داشته باشید، اینا رعایت کنید. برای مارکت تایم تعیین نکنید، یه ما دیگه به من سود بده. از این داستانا یه سرمایه‌گذار حرفه‌ای شرایط مدیریت میکنه، دنبال این نیستش الان قیمت چند میشه فردا قیمت چند میشه، دنبال این نیستش. ناحیه ارزندگی رو پیدا میکنه، خرید میزنه، ولی اینکه پایین‌تر از ارزندگی بره و همیشه ظرفیت اضافی سرمایه‌گذار حرفه‌ای ایجاد میکنه و ناحیه ارزندگی برای فروش میزنه و دنبال کف و سقف مارکت نیست، دنبال کف زنی نیست، دنبال سقف زنی نیست و صبورم هست و باقیشو میذاره کنار. قبلش بررسی کرده و این وسط روند دیگه برای خودش بازی نمیکنه دیگه. گرفتی؟ سرمایه‌گذار حرفه‌ای اینجوری عمل میکنه. امیدوارم مطالب مفید بوده باشه براتون. گفتم حواستون به اون مارهای بین مسیر باشه، هر چقدر آروم حرکت کنید میرسید، فقط باید صبور باشید. کلی فرصت هست تو بازار، بازارهای مالی همیشه فرصت هست، یه بار این بازار یه بار اون بازار. اوکی،
امیدوارم پرسود باشید. بازم میگم سوالی داشتید بهم پیام بدید. تو کانال وی آی پی اونم ما فرصت‌ها رو خیلی دقیق‌تر میگیم، خیلی مطالب عمیق‌تری میگیم در رابطه با تاثیر هوش مصنوعی رو اقتصاد، اینکه در آینده چه فرصت‌های شغلی هست، چه شغلایی حذف میشه و خیلی چیزای دیگه. بچه‌ها خیلی مطالب خفنی داریم میذاریم. در کنار اینکه تو پیج اینستاگراممون هم داریم طرز فکر یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای رو روش کار می‌کنیم که بیشتر قضیه همین طرز فکر و روانشناسی هستش. امیدوارم پرسود بشه. وقتتون بخیر.